امسال نوروز خجسته‌پای به وطن عزیزی ما با پیک و مژده زیبای بهاران همچنین با رمز دستاوردهای بیشتری تاجیکان محیط همبستگی و هممرامی و ایجادکاری و سازندگی را فراهم آورده است. نوروز معنای روزی نو را دارد. واقعا امروز سرزمین تاجیکستان عزیز ما با حضور پر از سبزه و پرنیان بهار لذت میبرد و امروز زمین سبز و گلها شکوفانند و باز با دیار ما بهار نازنین میرسد و من آرزو میکنیم و ما امیدوار هستیم که این بهار سبز و شکوفا و مثل این گلها شکوفا باشد و همیشه تاجیکستان عزیز ما گلپوش باشد. نوروزی که با عنایت و راهنمایی های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان و دستگیری کشورهای حوزه تمدن نوروز بیش از 10 سال است که جهانی شد و امروز سراسر عالم به نوروز ما همچون میراث بزرگی تاجیکان به تمدن جهان بها میتن. نوروز واقعا فضیلت های خیلی مهم دارد، آیین ها و رسم و سنت های نادر دارد که همگی انسانیت را به سوی شکوفایی، به سوی محبت، به سوی سازندگی دعوت میکنند. برای تجلیل نوروزی عالم افروز چون ساکنان دیگر منطقه ها ساکنان ناحیه دیوشتیج نیز آمادگی میبینند. در هر یک شهر و ناحیه نوروز را با رسم و رسوم گوناگون ملی جشن میگیرند. تازه نمودن خانه و در حولی و گرد و اطراف محل زیست یکی از فضیلت های نوروز است. نوروز یکی از عالی‌ترین عیدهای بشریت به حساب رفته تاریخی بیش از 5000 ساله را دارد. این جشن کهن بنیاد به یک جشن ملی تبدیل یافته است. نوروز همچون رکن مهم خودشناسی ملی، وسیله پیوندگری نسل‌ها، رابطه گذشته و امروزه، احیای عنعنه‌های زیبایی پرستی، انسان دوستی، رمز دوست داشتن و رسیدن به قدر زندگی خوش و خرمانه محسوب می‌یابد. با فرارسی نوروز آدمان کینه و عداوت را از دلها دور می‌سازند، به پاکی و صداقت باطنی رو می‌آورند، به بهداشت فردی، خانواده و جامعه می‌پردازند. تجلیل جشن و عیدهای نیاگانمان بهر احیا و پاسداشتن عنعنه‌های ملی و برای تربیت نسل نورس در روحی و تندرستی و خویشتن‌شناسی زمینه مستحکمی می‌گذارد. نوروز را اساساً سنه‌های 21 تا 24 تجلیل می‌کنند و این سنه فرخنده را به خصوص کودکان بی‌صبرانه انتظاری می‌کشند. از نسل به نسل نوروز حسی ادامه‌دهی و به خودخواست را حفظ نموده است که از قرنها تا به امروز آمده است. باید خاطر رسان نمود که نوروزی عالم افروز با تمام زیبایی‌اش فیض و برکت و نکهت بهارانه به سرزمین ما قدم‌های خجسته خویش را می‌گذارد. مستانه محیدی لازاده و حبیب ابراهیم زاده از ناحیه دیوشتیج برای برنامه اطلاعاتی اخبار.